خیلی خوش اومدین به جلسه سوم آموزش پایتون با انواع اقسام هوش مصنوعی. بریم برگردین ببینیم هوش مصنوعی چی میخواد ما یاد بده. خب بریم سراغ جلسه سوم. لطفاً بهم جلسه سوم رو یاد بده به همراه یه کد برنامه که بتونم باهاش بیشتر یاد بگیرم. خب عالیه، بریم سراغ جلسه سوم از آموزش پایتون. در این جلسه قرار وارد دنیای تصمیم گیری بشیم. جلسه سوم، شرط ها در پایتون. if else. در برنامه نویسی گاهی لازم داریم برنامه بر اساس یک شرط تصمیم بگیری که چه کاری رو انجام بده. برای این کار از دستورهای شرطی استفاده میکنیم. ساختار پایه else و if در پایتون. if condition، حالا این زیرش یه کامنتی گذاشته do something if condition is true، یعنی هر چیزی که درسته بعد از if قرار میگیره. اگه غیر از این بود else بود، غلط بود. do something if condition is false، هر چیزی بعدش اینجا قرار میگیره. خب یه مثال ساده زده، نوشته که یه متغیر تعریف کرده که متغیره مساوی با 18 هست، یعنی یه ایجی، یه سنی رو تعریف کرده که نوشته که 18 هستش. یه ایف تعریف کرده نوشته اگر این متغیر ما حالا هر عددی طرف وارد کنه ما دیفالت 18 گذاشتیم. اگه بزرگتر یا مساوی 18 سال بود این رو نمایش بده you are an adult، یعنی شما بزرگ سال هستی. else اگه غیر از این بود این رو چاپ بکن you are underage، شما زیر سن قانونی هستی. خب اینجا ما یه سری حالا عملگرهای مقایسه‌ای داریم ما هم که احتمالاً یه کاربردهایی داره، ولی در مجموع ما الان میخوایم فقط یه آشنایی باش پیدا بکنیم، ولی خب خیلی جالبه اگه بدونیم. یه دونه مثال زده این زیر این کپی تیبله، در واقع A مساوی با 5 و B مساوی با 10. حالا گفته اگر بخوایم این رو نشون بدیم به چه نحوی نشون میدیم؟ اگه بخوایم بگیم این با مثلا A با 5 مساوی است، از 2 تا مساوی استفاده میکنیم. اگر بخوایم بگیم A با B مخالفه، از یه مساوی یه علامت تعجب استفاده میکنیم. البته دقیق ترش یه علامت تعجب به اضافه یه مساوی هست. ببین من الان ترو و فالس اینم فکر میکنم این شکلی میشه. داره میگه A مساوی با B 5 با 10 مساوی فالس، جواب غلط فالس داده. این همون بولیان است. اگه A مخالف با B عددش، جواب ترو داده. چرا؟ به خاطر اینکه 5 با 10 مخالفه دیگه، یعنی یه علامت تعجب یه مساوی. اگه B از A بزرگتره که این علامت بزرگتر رو گذاشته، ترو داده. بله B 10 A 5. اگه A از B کوچیکتره باز هم ترو داده، چون A 5 باز B 10 و کوچیکتر از A کوچیکتر از B هستش دیگه، 5 کوچیکتر از 10 هستش. برعکس میشه دیگه. حالا فرقی نداره یه بار اینوری بذارید یه بار اونوری بذارید، این اینوری باشه اونوری باشه مهم نیست، مهمه که اون ساختار رو شما متوجه بشید. بزرگتر یا مساوی هم به همین شکله. آیا بزرگتر و مساوی با 5؟ ببین ما 5 بود دیگه. بزرگتر از 5 نیست ولی مساوی با 5 هستش، پس باز هم جواب تروه، یعنی درسته. حالا آیا B کوچیکتر و مساوی با 10
بی کوچیک، ببین الان من بذار اینو اینجوری براتون مثال بزنم، خیلی ساده است دیگه. نیا کن اگه این علامته به سمت اون عدده باشه و تو اون عدده رو باید مقایسه کنی با اون متغیر حالا گذاشته، ولی با اون عدد متغیر رو باید مقایسهش بکنی. الان مثلا به جای بی در نظر بگیم 5 گذاشته، داره میگه 5 آیا کوچیکتر مساویه با 10؟ ببخشید عذرخواهی میکنم، من A رو در نظر گرفتم، B 10، یعنی آیا 10 کوچیکتر مساوی با خود 10 هستش؟ جواب تروه. چرا؟ به خاطر اینکه 10 کوچیکتر از 10 نیست ولی مساوی با 10 هست. این کوچیکتر مساوی یا بزرگتر مساوی شرطش اینه که اگه کوچیکتر باشه یا مساوی باشه، یعنی 2 تا در واقع مقیاس رو در نظر میگیره، نه یه مقیاس. ما یه جا داریم میگیم کوچیکتر باشه تمام، اگه آره که هیچی، اگه نه خب ادامه میدیم. اما یه جایی هستش ما نیاز داریم مثلا به یه عدد خاص یه جایی برسیم. مثلا فرض کنید احتمالاً بعد یه مثال باحال‌تر هم برامون بزنه، ولی یه جاهایی ما نیاز داریم مثل همین مثالی که زده، گفته که آقا اگه 18 سال طرف این سنی که رسیده اگر 18 سال مساوی هستش یا بزرگتر از 18 سال هستش، یا آدم بزرگسال محسوب میشه. حالا فرض کنید این رو مثلا میخواستین توی مثلا گرفتن پاسپورت یا گرفتن گواهینامه درج بکنید، یا طرف توی سن قانونی بخواد برسه. دیگه اینجا واسه ما مهم نیستش که طرف حتما باید سن 18 سال رو رد کرده باشه. ما میخوایم طرف 18 سال یا بیشتر باشه تا بتونیم این رو توی محاسباتمون اعمال بکنیم. حالا بریم یکم پایین‌تر ببینیم دیگه چی گفته. نوشته که شرط‌های ترکیبی and or. اینجا همون شرط‌ها رو گذاشته، نوشته که if اگه اون ایج ما، سن ما بزرگتر مساوی با 18 بود and و این سن کوچیکتر یا مساوی با 30 بود، اون موقع print you are a young adult، شما یه جوان هستی. خب ببین این and کارش اینه، یعنی من این چیزی که الان متوجه شدم احتمالاً همچین چیزی رو داره میگه. داره میگه اگه این بود و این هم بود، ببین and و دیگه، این و این بود. الان اینجا داره میگه که آیا این سنی که 18 سال ما تعریفش کردیم بزرگتر و مساوی با 18 هست؟ بله هست. حالا داره میگه این سنه کوچیکتر و مساوی با 30 هم هست؟ بله هست. پس این دوست ما توی حالا اگه سنی رو اینجا ما اینپوت بذاریم به جای متغیره، یه سنی رو تعریف کنه که تو بازه 18 تا 30 باشه، این دوتا اعمال میشه روش. پس اگه این دوتا اعمال بشه ما میتونیم به جاش مثلا بنویسیم شما جوان هست. حالا البته که سن رفته تا 42 سال، فکر میکنم تا 45 6 سال سن جوانی، ولی حالا مثاله. و بعدش میشه این رو تغییرش داد، مثلا شما تو بازه های سن مختلف این رو انجامش بدید. حالا بیایم ما این رو یه بار امتحان بکنیم، مثلا خودمون بنویسیمش، حالا همش داریم توضیح میدیم خسته کننده میشه. بریم وی اس کد رو باز کنیم و باز هم خطاهای جذابی دریافت بکنیم و بخندیم. خب بچه من کپی میگیرم، احتمالاً یه باگی میخوره اینجا. به نظرم اگه از چت جی پی تی خواستیم جای کپی بگیریم، از خودش کپی رو برداریم. چی نوشته؟ من عذرخواهی میکنم بریم میگه اصلا ایجی تعریف نکردی واسه من که بخوام یه همچی کاری بکنم. مثلا ما ایج رو تعریف میکنیم، گفتم خدایا این خطای چی داره میده. ما یه ایج تعریف میکنیم، ایج رو میذاریم 18 سال. اوکی؟
چون که متغیر تعریف نشده داره همچین اروری. حالا اگر که نگاه کنین زده you are a young adult. حالا من اینو تبدیل میکنم 18 رو میکنم مثلا 28. بازم میزنه که you are young adult. حالا من اینو بزنم 38. بر اساس اون ساختار دیگه چیزی به ما چاپ، یعنی اینجا پرینتی به ما نداد، خروجی نداد، به خاطر اینکه شرطه درست هستش که اگر سن ما از 18 سال بزرگتر یا مساوی باشه رو اولی رعایت شده، ولی ما یه اند دیگه ای داریم که داره میگه اگر سن کمتر یا مساوی با 30 بود، یعنی 30 بشه الان 31 هم دیگه این رو بر ما چاپ نمیکنه. یه بار دیگه امتحان میکنیم 31 هم چاپ نمیکنه. ولی الان من اگه بنویسم 30 احتمال 310 یا قمر حضرت نوح اومد، اگه الان من بنویسم 30 هم باز چاپ میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه باز اون شرط دومی رعایت شد. بچه من خیلی واقعیتش علاقه ای ندارم که شما رو ببرم توی داستان شرط ها و الان بخوام الان احتمالا یه مثال اور هم باید براتون بزنه. اور میشه یا این یا این، ولی خیلی دوست ندارم مثلا بریم توی این داستان. خودمم علاقه دارم که بیشتر بریم کار ویژوال تر انجام بدیم، ولی متاسفانه برای اینکه بخوام کار ویژوال تر رو انجام بدیم و لزوما فقط بهتون نگم که خب بچه‌ها میتونید اینا رو بنویسین و همینجوری یاد بگیریم برین، یه درکی هم نسبت به زبان پایتون باید پیدا بکنیم. بچه‌ها من آموزش که دارم میدم تمام تلاشم اینه که اول از همه خودم یاد بگیرم، واقعا به معنی واقعی کلمه خودم یاد بگیرم، چون من اصلا با پایتون کار نکردم زیاد. یه آشنایی خیلی سطحی داشتم، اما همه هدفم اینه که از اون آموزش سنتی که خب بچه‌ها امروز راجع به الس و ایف می‌خوایم صحبت کنیم، راجع به چه می‌دونم اند و اور می‌خوایم صحبت کنیم، از اون فاصله بگیریم. اما اون آموزش خشک رو می‌خوایم بذاریم کنار. در کنارش می‌خوایم آموزشی انجام بدیم که لذت ببریم، یاد بگیریم، فهممون بیشتر بشه، آگاهیمون بیشتر بشه، اما اون آموزش خشکه نباشه. خب و هوش مصنوعی عزیز دل میخواد اینجا به ما کمک کنه. حالا نوشته یه پروژه تمرینی برای تعیین وضعیت سنی. بچه‌ها من یه چیزم بهش اضافه کنم. احتمالاً این چون اور رو نداده الان اینجا فقط اند داده، فکر کنم پایین‌تر اور داده، اور نداده. بچه‌ها من یه چیزی اینجا بهتون بگم. ما اینجا یه اند داریم دیگه، درسته؟ میخوام اون اوره رو توضیح بدم براتون چون اینجا مثال نزده. اگه من اینجا به جای اند اور بذارم چه اتفاقی میفته؟ خاطرتون هستش که ما یه عدد تعریف کردیم که 30 و مثلا 8 بود و هیچی چاپ نکرد. ولی اگه من اینجا 38 بنویسم چاپ میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از شرطهای ما اجرا شده. یعنی ایف این سن من که 38 بزرگتر و مساوی با 18 هست، یا اون شرط دومی که سن من زیر 30 اجرا نشده، ولی مهم نیست. اگر میخوایم 2 تا شرط بذاریم و اون 2 تا شرطه یه دونش اگه طرف داشته باشه مثلا اجرا بشه، میتونین از اور به جای اند استفاده کنین. مثلا بذاریم براتون اینجور مثال بزنم. مثلا من میخوام بگم که من دوست دارم تو اگر شخصیت درونگرا داشته باشی و آدم خوشمشربی باشی، یعنی این دوتا رو با هم داشته باشی، من دوست دارم باید برم کوه. خب این یه مثاله، این اند، یعنی من 2 تا ویژگی رو درون تو با هم میخوام تا با تو برم کوه. اما یه زمانی هست میگم نه، تو یا شخصیت درونگرا داشته باشی یا آدم خوشمشربی باشی، واسه من کافیه. هر کدوم از اینا رو داشته باشی من باید میرم کوه. ادامه داستان.
یه نمونه کد داده که آخ جون اینپوت داره رو صفا میکنی. چی نوشته که age int input enter your age if اگه شما سنتون زیر 13 سال بود شما بچه‌ای. اگه اینجا یه دونه الیف آورده، درسته؟ آره الیف آورده. اگه یعنی اینجا یه حالتایی دیگه ما دوتا شرط نداریم، ما بیشتر از دوتا شرط داریم، واسه همین به جای else رو آخر آورده. ما اینجا یه دونه الیف داریم، یه مابین فکر کنم ال و ایف هستش. مثلا اینجوری فرض کنید در غیر این صورت خب نوشته اگه سنه بزرگتر یا مساوی با 13 بود و سنه کوچیکتر یا مساوی با 19 بود شما تینیجر هستی. اگر سن شما بزرگتر یا مساوی با 20 بود و سن شما اینجا دیگه فقط نوشته کوچیکتر از 60 ننوشته کوچیکتر و مساوی با 60 بود شما یه فرد بزرگسال هستی. در غیر این صورت else print you are a senior. شما کار درست. خب بریم سراغ این کد ببینیم که چی جواب میگیریم ازش. من بازم دارم خودم کپی میکنم، اینجا کپی داره دیگه. خب من اینو وارد میکنم، یه اینتر بزنیم چیه؟ یه اینپوت ازمون خواسته سن میخواد. یه خورده بیایم چالشیش بکنیم، یه خورده این کدی که نوشته رو بیایم چالشی بکنیم چه جوری میشه. مثلا سنه که گفته که حتما باید از 13 سال داره حساب میکنه تا 60 سال. یعنی ما باید حتما تو این اگه بخوایم چیزی چاپ بشه بالای 13 به بالا باشیم تا 13 مساوی هم نیست 13 به بالا. یعنی حتما باید از 13 سال به بالا باشیم تا 60 سال. حالا مثلا من میسم 12 سال. اگه سن شما 13 سال به پایین باشه عذرخواهی میکنم. من چایلد محسوب شدم. خب نتونستم گولش بزنم. یه بار دیگه این کد رو اجرا کنین. این دفعه بزنم 21 ادالت هستی. خب یه بار دیگه چی بزنم؟ مثلا بزنم 15 تینیجر هستی. یه بار دیگه بزنم 61 you are a senior. اوکی. پس این شدش داستان if الیف و else. یعنی شما ابتدای if میذاری تو نتیجه true رو قرار میدی، بعد یه دونه الیف میذاری 100 تا میتونی الیف بذاری و در انتها شرط ناقض تمام اون شرط هایی که میخوای آخر ببندی و با else میبندی اگر درست متوجه شده شما از این. خب خروجی نمونه هم گذاشته. تمرین پیشنهادی نوشته برنامه رو طوری بساز که اسم کاربر رو هم بپرسه توی برنامه استفاده کنه. جلسه قبلی یه قسمتی گذاشته if. این if رو باید ازش بپرسم که چیه. ببین حتی من فکر میکنم شاید پرانتز و اون روشن نباید کنار هم قرار داد. ببین من نمیدونم چرا قبل از این که متغیر رو تعریف کنی توی این یه F نوشتی. این چیه؟ خب این چیه؟ اون F که قبل از رشته استرینگ میاد در مورد چیزی به نام F استرینگ در پایتون هست. حالا ساده تر بر توضیح میدم. F استرینگ چیه؟ F استرینگ یعنی فرمت استرینگ. یه روش راحت برای ترکیب متغیرها با متن. از پایتون نسخه 3 و 6 به بعد میتونی داخل رشته ها مستقیما متغیرها رو با این چی بود؟ اسم این چیه؟ پرانتزه؟
آکولاد. کروشه باز، کروشه بسته. آکولاد. اوکی. مرسی. بریم ببینیم دیگه چی گفته. نوشته که چی نوشته بود اینجا؟ آها، فرض نیم علی پرینت هلو نیم به اضافه ولکام. حالا اگه بخوای بنویسی سادهش اینجوری میشه که یه هلو باز میکنی، یه آکولاد، یه دابل کوتیشن میذاری، یه به اضافه میذاری، یه نیم مینویسی یعنی نام متغیر رو قرار میدی، دوباره یه به اضافه دیگه میذاری، یه دوباره دابل کوتیشن دیگه باز میکنی و ادامهشو مینویسی. ولی با اف استرینگ خیلی راحت تر این کار انجام میدی. دیگه نیازی 10 بار باز و بسته کنی. اف رو مینویسی، آکولادت رو دابل کوتیشن رو باز میکنی، هلو تو مینویسی، بعد داخل اون حالا آکولاد رو باز میکنی، متغیر رو داخلش مینویسی. یعنی توی این روش ما اف رو نوشتیم، حتما متغیر رو داخل آکولاد قرار میدیم و بعدش هم ولکام می‌نویسیم، دابل کوتیشن رو میبندیم. جالب بود، نمیدونستم، خیلی جالب. خب اینم الان من فهمیدم. یه چیزی از پرسیدم، آکولاد رو پرسیده بودم. اوکی، مرسی از توضیحاتت عزیز دل. خب بریم ببینیم که ادامه جلسه چی بود که وریبلم. بیایم پایین تر. آها، اینجا گفته که میتونی اسم هم داخلش قرار بدی. اسم رو داخلش قرار دادن یعنی ما دقیقاً با همین اف استرینگه بیایم این کار انجام بدیم دیگه. یعنی ما اگه مثلا اینجا print مثلا if your child هستی، این فکر کنم بر این نوشته بود، اینجا نامم بگیره و این رو قرار بده. حالا نام رو بگیره ما باید یه اینپوت هم برای نام تعریف بکنیم دیگه. ما هیچی واسه نام تعریف نکردیم. حالا اینجا چی گفته؟ راهنمایی if number فلان print فلان فلان. این عدد زوج و فرد هم حالا بهش میرسیم. ما اینجا یه دونه نام هم تعریف کنیم دیگه، جالب ترش کنیم. خیلی هم فکر کنم ساده باشه. یعنی یه دونه نیم بنویسیم، مساوی بذاریم نام ما که جلسه قبلی متوجه شدیم مثلا رشته است، نیازی نیست هیچ دیتا تایپی بخوایم برش معرفی بکنیم. واسه همین مستقیما می نویسیم input و اینجا هم می نویسیم مثلا enter your name. امیدوارم که غلط ننوشته باشه. یه بار امتحان کنیم. خطا داد. چرا خطا داد؟ لاین 7 اون میگه مشکل داره. میگه خب ما اینجا یه شرط تعریف کردیم، این اجرا شده. الیف رو اجرا کردیم، این اجرا شده. این الیفه اینجاش یه جاش مشکل داره، یا من بعد دوباره کپی کردم. بذار عیناً همون رو کپی کنم. خب یه امتحان بکنیم. بازم خطا داد. خب کاری نداره، ما اصلا اینجا هستیم واسه اینکه از عمو جی پی تی بپرسیم. چرا خطا داد؟
ببین این ما رو اسکول کرده به خدا. مثلا قصد میده خطا بگیریم. نوشته پایتون با فاصله کار میکنه، نه پرانتز و کنات. مثل بعضی زبانهای دیگه. خب بعضی از الیف ها منتظر بلوک کد با فاصله بودم ولی پیدا نکرد. دلیلش تو احتمالاً اینطوری نوشتی. خطا اینجاست. ای شیطون بلا. خط پرینت باید فاصله دار این باشه چون مرتبط به الیف هست. درستش اینجوری میشه. درستش رو ببینیم چه تفاوتی تغییری کرده با اون. آها همین. این الیفه داره می وقتی الیفه باید یه فاصله‌ای به این بچه ها بدی. یه اسپیسی باید بزنی. اسپیس میزنی درست میشه چون باید نشون بده این برای الیفه است. اگه زیرش بنویسی انگار مثلا یه دسته دیگه داری استفاده میکنی. خب اینتر ایج رو با مثلا 33 میزنیم. your name یه 2 نقطه هم نذاشتم متاسفانه ولی مثلا شاید بچه ها معذرت میخوام. من فکر کنم دیگه خیلی دارم عرق میکنم. مثلا بهتری که کولری بزنیم. خب بریم سراغ. من میخوام تینیجر رو بیاره. من باید بگم مثلا 15 سالم. یه بار دیگه اجرا کنم. یه بار دیگه اشتباه باشه. شاید you are a teenager. ممنونم متشکرم. خب پس این شد موضوع ما. و ای شیطون بلا خودت به اون غلط میگی که متوجه این بشین. چقدر جالب واقعا نحوه تدریس کردنش خیلی جالبه. اینکه میاد یه اشتباهی رو از قصد بهت میگه که تو با مشکل بر بخوری و ازش بپرسی و اینجوری خیلی قشنگتر توی ذهن نهادی نمیشه. خب قانون تعلیلی در پایتون هر وقت بعد از کلاس دف وایل فور الس الیف ایف اومدی باید خط بعدی رو با فاصله بنویسی. ایندنت. فاصله استاندارد در پایتون 4 تا اسپیس. وی اس کد خودش وقتی اینتر بزنی معمولا خودش فاصله میده. نباید خط بعدی رو بی فاصله بنویسی. ترکیب اسپیس تب باعث خطا میشه. سعی کن فقط از اسپیس استفاده کنی. بعضی تب میزنن. این پایین همون گزینه بکتیکی که گفتم اون جینگلیه یه تب پایین بالای کپس لاکتون که چند تا یعنی به جای فاصله تق میخوای بزنی معمولا تب میزنی که فاصله رو تندتر بندازی. خب همین جلسه ما به سر رسید و خیلی کوتاه و مختصر ما اومدیم راجع به این جلسه ایف الیف الس و اف استرینگ رو یاد گرفتیم و یه سری قسمت هایی که یه چیز دیگه هم یاد گرفتیم. اند و اور رو یاد گرفتیم و اون عملگرهای شرطی رو یاد گرفتیم که بزرگتر چیه کوچیکتر چیه اینا کاربردش چجوریه و به نظرم کافیه. بریم تا جلسه بعدی که از این به بعد با سرعت بیشتری پیش بریم. یه موضوع دیگه هم بهتون بگم بچه من واقعا خیلی ممنونتون میشم اگر طریقه آموزش دادن من رو دوست داشتین، اگر احساس کردین که میخواین من رو ساپورت کنین ممنونتون میشم که من رو سابسکرایب هم کنین، فالو کنین هر پلتفرمی که هست و ممنون میشم نظراتتون رو برام بنویسین. اگر احساس میکنین من خیلی دارم کند توضیح میدم، تند توضیح میدم، بد توضیح میدم، اشتباه توضیح میدم بهم بگین لطفاً. چون که میخوام تو آموزش‌های بعدی سریعتر پیش بریم. من هر چقدر ابتدای آموزش هستیم سعی میکنم بیشتر مکس بکنم ابتداشو به خاطر اینکه واقعا این پایه رو توی ذهن شما قشنگ سفت و محکم بکنم که رفتیم بالا
با خیال راحت سریع بریم و بتل کنیم. این پایه برای شما که دارم میگم بیشتر برای خودمه ها، چون خودم بیشتر دارم یاد میگیرم. و اینکه بریم تا آموزش بعدی.